در کجا فهمیدید که شما گرفتاری؟ وقتی که دخترچه من از دنیا گذشت من اومدم از همین بیماری از همین بیماری گفتن نمیتونم چند تا آخر 6 ماه دخترچه من کسل شد یگان دکتر دیاگنوز درست موندن نتوانستن و در 1 سال و 10 ماه بود و عاقبت وقتی که دخترچه من بیمار سخت بود با او خون لازم بود و از من با کودک یعنی از من خون گذراندن با کودک پس از 1 ماه کودکچه من از دنیا گذشت من نمیدونستم که گرفتاری این ویروس هستم و یگان آنالیز هم نسپریده بودم. وقتی که من با دوشنبه اومدم نزد دکتری زنانه خودم و پیش و گریان شدم که فرزندی من از دنیا گذشت. من یگانه فرزندم بود و گفتم که خیلی که شوهرم در فدراسیای روسیه اویلای دوم دارد و اویلایش تولد کرد از چه سبب باشد فرزندش با شیر مادر نمیتید و دکتری من شنیدن پس به من همین توصیه داد که رفته از دکتر گذارم. وقتی که من از دکتر گذاشتم الکی من فهمیدم که گرفتاری این ویروس و در اینجا وقتی که به شوهرم زنگ زدم شوهرم از 2010 سرشوی 2010 میدونست است که گرفتاری همین ویروس است ولی متاسفانه به من نگفته است که از من نفهمیده به کودکچه‌ام خون دادم. خب برای خودتان همین یک ضربه بود چی بود؟ بله این یک ضربه یک دهشت‌آوری بود که من این از یک طرف من خودم رو بخشیده نمیتونستم گرچه که من از این بیخبر بودم من فرزند چقدر شیرین لیکن دوم اینکه جنگ و جنجال اویلوی که من یگان کوچه‌گرد وای نبودم لیکن آنها چه خیلی به خود قبول کردن که یک سال مدت 1 سال جنگ و جنجال یعنی عیب در شما میگفتن که نه عیب در من نمیگفتن لیکن عیب در شوهرم میگفتن لیکن به هر حال یعنی روسی میگن ژرت و این من بود هم قربانی این بیماری من بودم و اون چیزی که جنگ میکردن در روی من نمیگفتن لیکن همون چیزی که میکردن این یک ضربه کلام بود در دل من شد که این شاید از یک طرف به من قوت میداد که من باید حرکت کنم کار کنم و به مردم فهمونم اولا به خشت بار فهمونم که شخص میتواند با این ویروس زندگی کرده عمر زیاد ببرد فرزند سالم به دنیا بیارد. از دیگر طرف این چیز من رو خسته میکرد که من یعنی کوچه‌گرد نبودم یا دیگر فکرها و به هر حال قوه در درون من شد که من حرکت کردم کوشش کردم با کمک تشکیلات جمعیت مرکز سلامتی روحی با پسیکولوگ ها همکاری داشتم با زنها واخوردم و من خودم رو کوشش کردم از این سیتواسیون برورم و حالا خودم به همین گونه زنها کمک میرسونم و کوشش میکنم خودم در آینده پسیکولوگ بهترین شوم روانشناس به همین گونه زنها و کودکچه ها کمک خودم رو رسونم. وقتی که زن گرفتاری ویچ می شود زیادی زنهای ما از شوهراشون گرفتاری ویچ می شود و در شبکه ما 68 نفر زنان اعضا هستند زنان مبتلای ویچ که زیاده از 55 نفر آنها از شوهراشون که مهاجر بودند آنها گرفتاری ویچ شدند و زیادی آنها حاضر شوهرشون از کسلی اسپید یعنی که از دنیا گذشتن و همه اون مشکلی زندگی که می شود در زندگی عموما هم سلامتی خود زن هم سلامتی فرزنداش مثلا همه این مشکلی ها بر همین دوش زن می رسد و این زن یعنی که همه طرفه از همه جا بیرون می شود. بودن همین گپایی که کودکان از بعد از گرفتن تبابت در این یا آن مؤسسه‌های تبابتی سیرویت گرفتگی هستند در بسیاری حالت‌ها این فاکتور تصدیق خودشون رو نیافتند. برای چی؟ برای مثلا کودک در یک سال 3 مرتبه در تبابتخانه خواب کرده است. بعد از این با این کودک خط نکردگی هستند در شرایط خانگی. بعد از این بار دیگر اگر دخترچه باشد گوشش سوراخ کردن در جاهای نامعلوم. برای همین گذراندن تحقیق اپیدمیولوژی و انیق کردن اونه که این کودک در همین این یا آن مؤسسه طبی و این سیرویت گرفته شده است هم مشکل است.